خب امروز میخوام راجع به کاور موبایل براتون صحبت کنم و خب یه دونه یعنی 2 تا در واقع کاور هم بسازیم با این چیزی که داریم، ساق شترمرغ. با ساق شترمرغ میخوام این کاورها رو بسازم. قبل از این یه توضیح بهتون بدم. ببینید این کاور خودمه، کاوریه که خودم استفاده میکنم و چند وقت دارمش این کار رو. اینم از داخلش، این پشتش رو خودم چرم زدم، دوختم کردم و اینم داخلش. با شما عرض کنم که اگر میخواین برای این جور کاورها کار کنین حتما اینجوری ژله‌ای باشه. سیلیکونی نمیتونین روش میتونین سوراخ کنین ولی دوخت نمیتونین بزنین، چسب آخه نمیتونین بزنین. بعد تازگی ها کلن کاور مخصوص این کارها اومده که شما هم این کاورها خوبیش اینه که هم الگوش رو دارین، یعنی الگو رو آماده دارین، یعنی میتونین راحت بندازین روی کار، همین که مخصوص کلن کاور گرفتن و یه مدل چسب هم داخلش داره. حالا ببینین، میخوام نشونتون بدم. ببینین این الان یه چیز فلزیه که میشه قالبمون. شما قشنگ میندازین روی کار، حالا هر جایی که مد نظرتون هست و اون رو در میارین و برش میزنین و میندازین روی کار. زیر این کار، زیر این سفیده هم ما یه چسب داریم. یه چسب داریم، ببینین یه چسب داریم که قشنگ میتونیم این رو بچسبونیم روی کار و این هم همینجور. این مدل کار هم همینجور. یکی 12 پرو مکسه، یکی 14 پرو مکسه. ببخشید، یکی 12 پرو، یکی 14 پرو. خب بریم که اینها رو اجرا کنیم روی چرممون و این رو انجام بدیم. خب اول باید قسمت چیز رو مشخص کنیم. ببینیم کجای شترمرغ، کجای ساق میخوایم بیفته توی کار. ببینید ساق شترمرغ اینجوریه. این فکر کنم بلندترین سایزی هست که من دارم و از این بلندتر دیگه نداریم کلن. خب من میخوام که این کمرش که نمیشه، در واقع میشه گفت قسمت ساق روی پاش مثلا بیفته وسط این کاورها. این سورت بی هستش. سورت بی ها معمولا اینجوری خیلی خش و خط تو اینا داره، قناسی داره به قولن. خب این کاورتون هم ببینین این مدل کار حتما از رو بکشین. خب یعنی از روی جلد بکشین و خب این چیزی که هست ما میخوایم جلد کار مشخص باشه، یعنی اینجا رو میخوایم ببینیم و بدونیم که چی جوری هستش. برای همین از روی جلد بکشین. یعنی تلاش خودم رو بکنم ببینم اینو میتونم اینجا جا بدم. اگر اینجوری جا بدم یه دیگه کوچولو اینجوری میفته توی کار. نه اینو مثلا الان این قسمت برای بند ساعت خیلی خوبه این سمت، ولی خب دیگه حالا مجبوریم از این ور شروع کنیم برای خب بذارین من این پرو مکس 14 رو میذارم اینجا و شروع میکنم به کشیدن.
خب الان من این چسب رو میکنم، بعد چون کیپ نیست من اینجا یه لایه این بغل ها رو چسب میزنم. چون این چسب ها امکان داره که زیاد مقاوم نباشه، ولی دیگه وقت خودمون چسب زدیم خیالمون راحت هست که مقاومه. خب لازم که من این رو بندازم، یه تست دیگه بکنیم ببینم. یه قسمتش بلنده انگار، اینجا کار بلنده. یه خورده به اینم اجازه میدیم که هوا بخوره که این راحت قسمت ها توش جا بشه. با اسلیکر قشنگ اینجا رو میچسبونیم. یه کوچولو بلنده که اینجوری دستی کوتاهش میکنیم. این از این یکی از کارها. اینم قبل از اینکه بچسبونیم اول تست کنیم این همه قسمت هاش اوکیه. اوکی خب این کاورها کلن مخصوصن هستن، توی بازارم هست، خیلی جاهای مختلف وجود داره که میتونین کاورها رو بگیرین تهیه کنین. من از پرتو لدر گرفتم و نفیس. یکی از کاورهام رو از نفیس گرفتم، یکی از کاورهام رو از پرتو لدر که میتونین تهیه کنین و استفاده کنین. حالا اینجا هم یه کوچولو اینم دو تا کاور خیلی باحال با ساق شترمرغ. امیدوارم از این قسمت هم لذت برده باشین. روز خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا یار و نگهدارتون.